5 روش اثبات شده علمی برای تقویت حافظه. تکنیک اول: ورزش منظم. ورزش تنها برای بدن خوب نیست، بلکه برای مغز هم مفید است. ورزش میتونه گردش خون رو افزایش بده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد حافظه بشه. تکنیک دوم: تغذیه مغز. غذاهایی که میخوریم تأثیر زیادی بر روی عملکرد مغز دارند. مواد مغذی مثل امگا 3 که در ماهی و مغزها هم به تقویت حافظه کمک میکنند. تکنیک سوم: تمرکز بر روی یک کار. بیشتر اوقات وقتی در چند کار همزمان غرق میشویم، حافظمون ضعیف میشود. مطالعات نشون دادن که تمرکز بر روی یک کار در یک زمان به مغز کمک میکنند که اطلاعات بهتر ذخیره بشن. پس از این به بعد وقتی میخواهید چیزی رو یاد بگیرید، بهتره که از انجام کارهای موازی خودداری کنید. تکنیک چهارم: استفاده از تکرار و مرور فعال. یکی از بهترین روش‌ها برای یادآوری اطلاعات، تکرار و مرور فعال. به جای اینکه صرفاً اطلاعات را بخونید، سعی کنید اونها را به زبان خودتون توضیح بدید یا در ذهن خود تصویر سازی کنید. قبل از گفتن تکنیک بعدی، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. تکنیک پنجم: خواب کافی. خواب نه تنها برای استراحت بدن مهمه، بلکه مغز در هنگام خواب اطلاعات رو مرتب و ذخیره میکنه. تحقیقات نشون میده که کمبود خواب میتونه توانایی حافظه رو کاهش بده.